مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از صدای انجیل. ایمانداران عزیز و عاشقان خدا و حقجویان گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای فرد شما یاران تشنه به حق آرزوی سلامتی و نجات و بخشش گناه کرده و امیدوارم که از خطرات اهریمنی محفوظ و در فیض و قدرت خدا روزهای خود را به سر بیاورید. خدا را شکر می‌کنم که این افتخار به ما داده شده تا پیام آور حقیقت و راستی برای شما عاشقان حق باشیم. باشد که در نیم ساعت آینده که با هم هستیم فیض خدا نصیب همه ما بشود. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا توجه خود را به رساله پولس رسول به رومیان که عمیق‌ترین و فلسفی‌ترین رساله در عالم بشریت است توجه می‌کنیم و با یکدیگر از فصل 12 آیات را غذای روح و روان خود می‌نماییم. اگر از اول مطالعه این رساله با ما همراه بوده اید، خواهید دانست که فصل 12 در حقیقت آغاز بخش سوم این رساله می باشد. زیرا در مقدمه عرض کردم که برای درک بهترین رساله لازم است که آن را تقسیم بندی کنیم و آن را به 3 قسمت تقسیم کردیم. قسمت اول که شامل 8 فصل اول می باشه، حضرت پولس درباره موقعیت انسان از دیدگاه خدا و ایمان انسانها و همچنین طریق نجات و راه رهایی از گناهان با دلایل و برهان بسیار سخن می‌راند و ثابت می‌کند که انسان نه از راه مذهب یا از راه ثواب و خیرات و انجام رسومات میتونه بخشش خدا را درک کنه و نه از راه‌های دیگری، راه‌هایی که کوشش انسان در آن است، بلکه نجات بشر فقط و فقط به وسیله ایمان، آن هم ایمان به عیسی مسیح به دست می آید که البته در این مورد به طور مفصل صحبت کردیم و نشان دادیم و ثابت کردیم که دوستان عزیز، بخشش گناه یا نجات انسانها عطیه‌ای است که خدا یکتا در عیسی مسیح به ما عطا کرده است. و ما قسمت دوم شامل فصل‌های 9 و 10 و 11 که در مورد تقدیس شدن یا عادل محسوب شدن و عادل ماندن صحبت میکنه. و قسمت سوم که شامل فصل‌های 12 الی آخر رساله یعنی فصل 16 است، درباره وظایف و تکالیف کسانی که ایمان به فیض خدا آورده‌اند و آن را پذیرفتند و به اصطلاح کتاب مقدس کسانی که زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح نمودند و نجات پیدا کردند و بخشش گناهان را از جانب خدا دریافت نمودن می باشد. تکالیف شرعی ما مسیحیان. بله دوستان، این فصل‌ها در حقیقت تکالیف شرعی کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردند، یعنی من و شما که پس از ایمان آوردن و مورد بخشش خدا قرار گرفتن است سخن می‌راند. و باید بگویم در این فصل هاست که به ما مسیحیان نشان داده شده که چگونه ایمان خودمون رو عملاً آشکار کنیم و عملاً به مردم نشان بدهیم که خدا یکتا چه نوع زندگی رو میپسنده و از ما چه انتظاراتی دارد. خیلی از شما دوستان عزیز پرسیدید که مسیحیان چه دستوراتی و تعلیماتی رو باید پیروی کنند، چه نوع قوانین رو باید دنبال کنند. حالا این فصل‌ها در حقیقت جواب به این سوال‌ها میباشه و از همه مهمتر برای ما مسیحیان، چرا؟ چون داره به ما امر میکند که چه نوع زندگی رو داشته باشیم تا همیشه، نه یک بار، نه گهگاهی، بلکه همیشه در اراده خدا بوده و مقبول پسند خدا واقع شویم. بنابراین این قسمت از رساله بسیار بسیار مهم و حیاتی می باشه، زیرا حقیقتاً
نتیجه بیان تمام چیزهایی است که حضرت پولس رسول در رساله خود بیان کرده است. حالا سخن را کوتاه می‌کنم و ازتون دعوت می‌کنم که انجیل مقدس خودتون رو بگشایید تا با یکدیگر از فصل 12 رساله پولس رسول آیات را مطالعه کنیم. بار دیگر تکرار می‌کنم که اگر شما از شنوندگان عزیزی هستید که هنوز انجیل مقدس رو در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن به زبان مادریتون هستید، حتما با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمتتون تکرار خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس در بیان وظایف شرعی ما مسیحیان سخن خود را اینطور آغاز می کند. لطفاً به 5 آیه اول توجه کنید. میگوید: لذا ای برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا می کنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شماست. و هم شکل این جهان نشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. زیرا به آن فیضی که به من عطا شده است هر یکی از شما را میگویم که فکرهای بلندتر از آنچه شایسته است مکنید، بلکه به اعتدال فکر نمایید، به اندازه آن بهره ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده است. زیرا همچنان که در یک بدن اعضای بسیار داریم و هر یک عضوی را یک کار نیست، همچنین ما که بسیاریم یک جسد هستیم در مسیح، اما فرداً اعضای یکدیگر. حضرت پولس در این آیات در واقع عکس العمل ما را در مقابل رحمت خدا آشکار می کند. در آیه اول می فرماید: ای برادران عزیز، حالا که خدا اینقدر به ما لطف و مهربانی کرده، حالا که خدا به ما رحمت فرموده است، ما نیز وظیفه داریم که در مقابل فیض و رحمت و عنایات خداوند بدنهای خود را مثل قربانی زنده و مقدس به خدا تقدیم کنیم، یعنی آنطور که خدا میپسندد. شایسته است در مقابل آن کاری که خدا برای شما کرده است او را اینطور عبادت و خدمت کنید. در این آیه حضرت پولس به ما دستور می‌دهد یا امر می‌کند که در مقابل بخشش و محبتی که خدا در عیسی مسیح به ما کرده است باید تمام هستی و ذات، طبیعت و شخصیت خود را همانند قربانی که برای خدا می شود تسلیم او کنیم، مطلقاً تسلیم حق بشویم. اگر دقت کنید آیه با کلمه بنابراین آغاز می شود. این مهمه. چرا؟ زیرا به وسیله این کلام پولس رسول توجه ما را به آنچه که در فصل‌های گذشته فرموده است جلب میکنه و به اصطلاح میگوید که حالا که این همه چیزها را بهتون گفتم، حالا که بهتون ثابت کردم که خدا در عیسی مسیح گناهان شما را بخشیده و شما را عادل محسوب کرده است، حالا که شما از قید فساد و شرارت آزاد شده اید، حالا که از اسارت اهریمنی، از بندگی شیطان به خاطر ایمان به عیسی مسیح خدا شما را آزاد کرده است، بنابراین در مقابل این همه لطف خدا که لیاقتش را نداشته اید اما نصیبتون شده است، تمنا می کنم که بدنهای خود را، وجود خود را، روح و روان و جسم خود را تسلیم محض به خدا یکتا کنید. دوستان عزیز، این آیه اشاره به رحمت بی پایان و عظیم خدا می کند. خدا خدای رحیم است و رحمتش هرگز تمام نمی شود. من اعتراف می کنم که از رحمت خدا بسیار فیض بردم و نیازم به رحمت خدا نیز هرگز به پایان نخواهد رسید. و خدا را شکر که امروز نیز او نسبت به من و شما رحمان و رحیمه و نسبت به همه انسانها مهربان و رئوف است. امروز خداوند از من و شما دعوت می کند که از این دریای بخشش رحمتش استفاده کنیم. رحمت خدا نشانه دلسوزی او، ترحم او و لطف و محبت او نسبت به من و شما انسان گناهکار می باشد. حالا پولس میگوید که بدنهای خود را، وجود خود را تقدیم خدا کنید
از روی عشق و علاقه وجودتون رو به خدا بسپارید که البته شامل اراده و احساس و خواسته های ما نیز می باشد. به زبان دیگر یک شخص مسیحی، شخصی که فیض خدا را دریافت کرده است، نباید در طلب اراده خودش باشه، نباید در پی خواهش های چشم خودش باشه، نباید چیزهایی که دلش میخواد رو طالب باشه، بلکه باید هر روز و هر ساعت به خاطر داشته باشه که وجودش وقف خدا گردیده است و چون موقوفه خداست از خودش اختیار اراده نداره، بلکه به خداوند تعلق داره. بنابراین باید فکرش، اعمالش، زندگیش، حرفایش، راه رفتنش، دستاش همه در پی اراده خدا باشه و برای هر تصمیمی که میگیره از خداوند طلب کنه که اراده او را در زندگیش نشون بده. چرا ما باید بدن و روح و روان خود را تقدیم خدا کنیم؟ چرا تسلیم خدا بشویم؟ در رساله اول قرنتیان حضرت پولس یادآوری می شود که چون خدا شما را به قیمت گرانی خریده است. خدا شما را به بهای گرانی خریده است. پس هر عضو بدنتون رو متقابلاً برای جلال خدا به کار ببر، چون او صاحب بدن شما می باشد. و در رساله به فیلیپیان فصل اول آیه 20 می گوید بر حسب انتظار و امید من که در هیچ چیز خجالت نخواهم کشید، بلکه در کمال دلیری، چنان که همیشه الان نیز مسیح در بدن من جلال خواهد یافت، خواه در حیات و خواه در موت، چه زنده باشم چه مرده باشم. چرا؟ زیرا مرا زیستن مسیح است. مرا زیستن مسیح است. و در رساله دوم به قرنتیان فصل 4 آیه 10 به خاطرمون میاره که مسیح به خاطر ما جانش رو فدا کرد. چرا؟ تا به او تعلق داشته باشیم و در رحمت خدا قرار بگیریم. میگوید پیوسته قتل عیسی خداوند را در جسد خود حمل میکنم تا حیات عیسی هم در بدن ما ظاهر شود. مقصود رسول خدا اینه که همیشه به خاطر میآورد که چگونه خداوند به وسیله عیسی مسیح به ما رحم کرد، چگونه خدا عیسی مسیح رو فرستاد تا جانش رو فدا کنه تا من و شما را از گناهان، از بندگی شیطان، از فرزند گناه آزاد کرده و به مقام فرزند خواندگی خدا برساند. اینها همه به خاطر رحمت و فیض خدا بوده است، نه به خاطر لیاقت خودمون یا به خاطر اعمال و کارهای خودمون، خیر، بلکه فقط و فقط به خاطر فیض خدا. پس در مقابل رحمت خداوند دوستان عزیز، شما نیز از روی اراده و میل باطنی، نه از روی جبر و زور و شمشیر، بلکه از اشتیاق روحانی در برابر الطاف خدا وجودتون را تسلیم خدا کنید و برای خداوند زندگی کنید. خود را از آن خدا بدانید و مطیع خداوند باشید. این است دستور اولی که حضرت پولس رسول به ما میدهد که در مقابل الطاف خدا خود را همانند قربانی تقدیم خدا کنیم. و دوستان عزیز، یک قربانی از خود اختیار و اراده ندارد، بلکه تسلیم صاحبش است. در آیه 2 می‌فرماید طرز رفتار و آداب رسوم مردم دنیا را تقلید نکنید. نه فقط خود را تسلیم خداوند کنید، وجود و هستی و اراده و خواستهای خود را به خدا بسپارید و اراده خدا را در زندگیتون همیشه طالب باشید، بلکه رفتار و آداب و رسوم مردم دنیا را تقلید نکنید. مقصود از هم شکل این جهان نشوید همینه که از رفتار و نوع زندگی که مردم گمراه و دور از خدا دارن تقلید ننمایید. متاسفانه ما ایرانیان یاد گرفتیم که به طور همچشمی رفتار و زندگی کنیم و ضرب المثل معروف که میگه گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو رو به عنوان یک حقیقت پذیرفتیم. ولی دوستان عزیز، این ضرب المثل کاملا مخالف کلام خداست، کاملا مخالف اراده خداست و مخالف راه حقجویان و خداپرستان است. زیرا در این آیه خداوند به ما دستور میدهد و یا بهتر بگم خدا از ما انتظار داره که نه بر مردم بلکه بر خود او چشم داشته باشیم. حضرت پولس امر میکنه و ما را تشویق میکنه که خودخواه نباشیم، همچشمی نکنیم، بلکه به عمق وجودمان که آن را به خدا تقدیم کرده ایم توجه کنیم تا صدای خدا را بشنویم، تا قدرت خدا را در وجود خود ببینیم
تا توجه کنیم که خداوند در زندگی ما چه کارهایی کرده و آنچه که در درون ما هست را و آنطور که شایسته خداست اون رو آشکار کنیم. نه اینکه بگذاریم اجتماع و یا مردم زندگی ما را بچرخانند، بلکه به خداوند توکل کنیم و از خدا الهام و سرمشق بگیریم. نگذاریم که آداب و رسوم ما را واداره به کارهایی که درست نیست و از نظر خداوند رد شده و گناه محسوب میشه. حالا که مطابق آیه اول ما خود رو تسلیم خدا کرده ایم و خود را از آن خدا میدانیم، باید اجازه بدهیم که افکارمون رو خدا عوض کنه تا شخص تازه‌ای بشویم. زیرا فقط آن وقت است که میتوانیم اراده خدا را بدانیم و آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند خداست را بشناسیم و از آن پیروی کنیم. دوستان عزیز، این آیه نشان می‌دهد که همچشمی ما را از راه خدا و خواسته های خدا دور می‌کند. شخصی که خدا پرست است و تسلیم خداست باید از همچشمی دست بردارد. به زبان دیگر، حالا که شما تسلیم خدا هستید، اگر می‌خواهید که رسوا نشوید، همرنگ جماعت نشو. حضرت پولس در رسالش به قرنتیان فصل 3 توجه ما را به خدا معطوف داشته و تقاضا می‌کند که همچشمی را از خود دور سازیم و همچشمی را به نقابی تعبیر کرده که میگوید ما مسیحیان نقابی روی صورتمون رو نداریم چون که مسیح آن را از ما برداشته است. همرنگ جماعت نیستیم چون مسیح این تظاهرات و این همچشمی ها را از ما دور کرده است. در عوض مثل آینه صاف هستیم که روشن و شفاف است و جلال خدا را منعکس می کند. همونطور که روح خداوند در ما کار می کند و ما هم روز به روز بیشتر شبیه او می شویم. و در رسالش به تیتوس می فرماید خدا ما را نجات داده و او این کار را نکرد چون ما مردمی خوب و مؤمن بودیم، بلکه به خاطر فیضش، به خاطر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت، ما را از گناهان شست و زندگی تازه بخشید. پس چشم از مردم بردارید، چشم از دنیا بردارید و هم شکل این جهان نشوید. در آیه 3 به یکی دیگر از این همچشمی ها اشاره می کند و می گوید به عنوان معلم روحانی از طرف خدا به شما نصیحت می کنم که خودتون رو بزرگتر از آنچه که هستید حساب نکنید، بلکه خود را به آن مقدار ایمانی بسنجید که خدا به شما عطا کرده است. دوستان عزیز، این آیه به ما نشون میده برای ما مسیحیان که خود را وقف خدا کرده ایم، تسلیم خدا کرده ایم، مبارزه برای مقام و جا و برای بزرگ شدن و سمت بزرگ داشتن خطا محسوب میشه. چه بسا در زمان پولس مسیحیان بودند که چون صاحب معجزه و یا عطایای آسمانی بودند خود را برتر از دیگران میدانستند، خود را مسیحی خوبتر و بهتر میدانستند. نباید بگوییم که بله من چون مثلا تحصیلاتم از فلانی بیشتره پس باید مقامم در مسیحیت و یا در جامعه مذهبی نیز حتما بالاتر و بزرگتر از فلان کس باشه. این در مسیحیت گناه محسوب میشه. چرا؟ چون خود مسیح که صاحب آن همه جا و جلال آسمانی بود حاضر شد همه را به خاطر ما ترک کند و برده محسوب بشه و به خاطر ما خویشتن را فروتن ساخت، حتی تا به مرگ، آن هم مرگ صلیب. خود را خار کرد، خدمتگزار همه شد تا من و شما را نجات بدهد. مقام خود را ترک کرد، پای شاگردان را شست و بعد به آنان فرمود شما مرا استاد و خداوند می‌خوانید و همینطور هم هست. اگر من منجی شما، استاد شما هستم، پاهای شما را شستم، پس چقدر بیشتر شما باید فروتن باشید. بله دوستان، در مسیحیت مقام داشتن معنی ندارد و اگر خدا کسی را به عنوان رهبر برمیگزیند به او استعداد و عطیه رهبری کردن را میبخشه، این بدان معنی نیست که او عزیزتر و مقدستر و در حضور خدا پاکتر از خیر. بلکه ما مسیحیان همیشه باید به خاطر بیاوریم که هممون زمانی به یکسان محکوم به مرگ بودیم، هممون شایسته رفتن به جهنم بودیم، ولی خدا از فیض خودش و به خاطر ایمان به عیسی مسیح ما را از گرداب گناه رهایی داده، ما را بخشیده، بر ما ترحم کرد و به خاطر فیض او، به خاطر ایمان به مسیح
ما نجات یافتیم. پس در ما هیچ چیزی که شایسته و مقبول خدا باشه وجود نداشته. هر چه داریم از خدا داریم و عطیه خداست که امروز صاحب حیات جاودانی هستیم. و دوستان، اگر خداوند ما را به مقامی رسونیده، اگر خداوند به ما استعداد و یا عطیه‌ای داده است، این نشان لیاقت ما نمی باشد، بلکه فقط و فقط لطف خداوندی است. و چون عطیه خدایی است، بنابراین جای فخر و مباهات برای من و شما وجود ندارد، بلکه برعکس، شخصی که از طرف خدا مسئولیت رهبری را به عهده دارد باید بداند که به همان اندازه بلکه بیشتر در برابر خدا باید مسئول باشد. بنابراین دوستان، در مسیحیت رهبران و صاحب منصبان با دیگران در یک مقام هستند و جای افتخار و مباهاتی وجود ندارد. این حقیقت را پولس از آیه 4 الی 9 برای ما تشریح می کند. در آیه 4 و 5 می گوید درست همونطور که بدنهای شما عضوهای مختلف دارد، بدن مسیح هم اعضای گوناگونی دارد. و بعد می گوید همه ما قسمتهایی از بدن مسیح محسوب می شویم و برای تکمیل آن هر کدام از ما عضوی لازم و مفید می باشیم، چون هر یک از ما کار جداگانه‌ای داریم، ولی ما متعلق به همدیگر هستیم و به همدیگه هم محتاجیم. در این آیه حضرت پولس برای اینکه هدف خود را به زبان ساده‌ای بازگو کند، مسیحیان را به یک بدنی تشبیه می کند تا به ما بفهماند که جای فخر و غرور در زندگی شخص مسیحی ابدا وجود ندارد. میگوید شما مسیحیان همانند یک بدن هستید که از اعضای مختلف تشکیل گردیده است و همه شما به مسیح و جزئی از مسیح هستید. یعنی به مسیح تعلق دارید. نباید بگیم که چشم ارزش بسیار داره ولی دست بی ارزش‌تر از چشمه. نباید حتی کوچکترین اعضای بدن را بی ارزش بدانید. همونطوری که یک بدن بدون دست یا بدون پا و یا بدون چشم ناقص محسوب میشه، به همان نحو نیز در جامعه مسیحیت بدون افرادی که صاحب استعداد و عطایای مختلف، حالا چه بزرگ و چه کوچک باشه، کامل نمی باشد. در مسیحیت کسی که کلیسا را تمیز و پاک میکنه به همان اندازه صاحب مقام است که کشیش کلیسا دارد. در مسیحیت اسقف همانقدر صاحب عزت و احترام که شماس کلیسا دارد. در مسیحیت همه یکی هستیم. ممکن است کارها و اعمال بعضیا بیشتر باشه. ممکنه کارهای بعضیا بیشتر قابل توجه مردم باشه، اما بدون همکاری دیگران آنان موفق نخواهند شد. خدا به هر کسی که به مسیح ایمان آورده یک عطیه و همچنین وظیفه داده است. نه به فراخور لیاقت و سواد و دانش و یا نسل و نسبش، بلکه مطابق میل و اراده خودش. به طور که در آیه 6 الی آیه 9 حضرت پولس میگوید پس چون نعمتهای مختلف داریم به حسب فیضی که به ما داده شده، خواه نبود بر حسب ایمان یا خدمت در خدمتگزاری یا معلم در تعلیم یا واعظ در موعظه یا بخشنده به سخاوت یا پیشوا یا اجتهاد یا رحم کننده به سرور. رسول خدا میگه به شما که مسیحی شده اید، شما که به فیض خدا از گناه و پوچی زندگی آزاد شدید و اکنون جزئی از برگزیدگان خدا محسوب میشوید، خدا به شما عطایای مختلفی عطا کرده. خدا به هر یک از ما نعمتی از روی لطف خودش داده است تا بتوانیم از عهده کارهای بخصوصی برآییم. پس اگر خدا مثلا به شما نعمت نبوت داده است، هر وقت میتوانید نبوت کنید. یعنی هر وقت که ایمان شما به اندازه‌ای هست که میتوانید پیغامی از خدا دریافت کنید یا خدا به شما پیغام میدهد، بایستی این کار را بکنید. یا اگر میتوانید به دیگران خدمت کنید، این خدمت را به طرز شایسته انجام بدهید. اگر معلم کلام خدا هستید، خوب درس بدهید. اگر به فیض خدا شما واعظ هستید و خدا این استعداد را به شما عطا کرده است، پس در وظیفه‌تان کوشا باشید. موضوع خود را به طور مؤثر و مفید تهیه کنید. یا اگر خدا به شما پول داده است، با دست و دل باز به دیگران کمک کنید. اگر خدا به شما توانایی مدیریت داده است، این مسئولیت را جدی بگیرید. کسانی را که به افسردگان و ماتم زدگان تسلی میدهند، آنها باید این کار را با رغبت و محبت خدایی انجام بدهند. دوستان عزیز، این اولین دستور و وظیفه است که پولس رسول در این آیات
برای ما که مسیح شدیم بازگو می‌کند. اولا به خاطر ما می‌آورد که در مقابل رحمت و عنایات خدا ما باید خود را، وجود و هستیمان را تسلیم او بکنیم. یعنی اراده ما با اراده خدا تطبیق باشه. بعضی‌ها با نوع زندگیشون و طرز فکرشون انتظار دارن که خدا اراده خود را تغییر بده و ارادهش را با خواسته‌های بشری مطابقت بدهد. این طرز فکر مردم دنیاست. ولی شخص مسیحی باید اراده و وجودش را تسلیم خدا بکنه. هستیش را بر طبق اراده حق بگذاره و یا به قول آیه دوم هم شکل این جهان نشو، بلکه ذهن خود را تغییر داده مطابق اراده خدا زندگی کن. و دوم، حضرت پولس یادآور می شود که هرگز خود را برتر و بالاتر از دیگران نپنداریم. جای فخر و غرور در مسیحیت وجود ندارد و اگر خداوند به شما عطیه‌ای بخشیده، اگر شما شایستگی و توانایی انجام کاری را دارید و دیگران ندارند، نباید به خودت فخر کنی یا خودت را شخص مهمی بدانید، بلکه برعکس سعی کن بیش از بیش فروتن بشی. و فراموش نکن که ما در خود هیچ چیزی نداریم و آنچه داریم بایستی به خدا تسلیم کنیم، زیرا هر چه داریم از اوست. پس وجود خود را تسلیم خدا کن، اراده او را طالع باش و خود را فروتن نما که این طریق مسیح و مسیحیان و شایسته خداوند است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست مسیح زنده، منجی و نجات دهنده عالم میسپارم. روزتون خوش باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.